سلام دوستان گل، به کانال تاریخ ناگفته خوش آمدین. نظریه های مرموز و ترسناک لئوناردو داوینچی. لئوناردو داوینچی نابغه رنسانس ایتالیایی همواره شخصیتی پر رمز و راز در تاریخ بوده. دست‌نوشته ها، نقاشی ها و اختراعات او منبع بی‌پایانی از نظریه های مرموز و گاه ترسناک هستند. در این مقاله به برخی از مهمترین و جنجالی ترین نظریه ها می‌پردازیم. شماره 1، رمزنگاری و پیام های مخفی. یکی از مرموزترین جنبه های آثار داوینچی استفاده او از خط معکوس و رمزنگاری در دست‌نوشته هایش است. برخی معتقدند که او پیام های مخفی زیادی را در آثارش جاسازی کرده. داوینچی از سمت راست به چپ می نوشت و از آینه برای خواندن نوشته هایش استفاده می کرد. این شیوه نگارش باعث شده برخی معتقد باشند که او اطلاعات محرمانه ای را در نوشته هایش پنهان کرده. نظریه کدهای مخفی در نقاشی ها. محققان ادعا می کنند که در تابلوهای معروف داوینچی مانند شام آخر و مونالیزا پیام‌های رمزآلودی نهفته است. برخی معتقدند اعداد و حروف پنهانی در این آثار وجود دارد. اعدادی که می‌تواند به پیشگویی‌های آخرالزمانی یا اسرار مذهبی اشاره داشته باشد. شماره 2، ارتباط با نیروهای ماورایی. تشریح اجساد و مطالعات آناتومی. داوینچی به طور مخفیانه اجساد را تشریح می‌کرد، کاری که در آن زمان غیر قانونی بود. برخی معتقدند که او در این مطالعات به دنبال کشف اسرار روح و زندگی پس از مرگ بود. طراحی‌های دقیق او از اندام‌های بدن انسان نشان دهنده علایق عمیق او به درک ماهیت وجود انسان است. آزمایش‌های مرموز. گفته می شود که داوینچی آزمایش‌های مخفیانه ای را در زیرزمین‌های تاریک انجام می‌داد. برخی معتقدند که او در تلاش برای ایجاد حیات مصنوعی یا ارتباط با موجودات ماورایی بوده. شماره 3، پیشبینی‌های آینده. اختراعات پیشرفته. بسیاری از طراحی‌های داوینچی قرن‌ها جلوتر از زمان خودش بودند. او وسایلی مانند تانک، هلیکوپتر و زیردریایی را طراحی کرد که تا قرنها بعد ساخته نشدند. برخی معتقدند که او این دانش را از منابع غیر طبیعی یا سفر در زمان به دست آورده است. پیشگویی‌های آخرالزمانی. در برخی از نوشته‌های داوینچی اشاراتی به رویدادهای آینده و پایان جهان وجود دارد. برخی معتقدند که او توانایی پیشبینی آینده را داشته است. شماره 4، ارتباط با جوامع مخفی. فرقه های سری. برخی معتقدند که داوینچی عضو گروه های مخفی مانند فراماسون ها یا انجمن‌های سری دیگری بوده. نمادها و نشانه های خاصی که در آثار او می تواند به این ارتباطات اشاره داشته باشد وجود دارد. دانش ممنوعه. گفته می شود که داوینچی به دانش‌های سری و ممنوعه‌ای دسترسی داشته که از طریق این جوامع مخفی به او منتقل شده است. 5. رازهای مونالیزا. چهره مرموز. لبخند مرموز مونالیزا همواره موضوع بحث‌های زیادی بوده است. برخی معتقدند که این تابلو خودنگاری داوینچی است، در حالی که عده‌ای دیگر آن را تصویری رمزآلود از الهه‌های باستانی می‌دانند. پیام‌های پنهان. محققان ادعا می‌کنند که در پس زمینه تابلوی مونالیزا نقشه‌های مخفی و پیام‌های رمزگذاری شده‌ای وجود دارد. نتیجه گیری. لئوناردو داوینچی بدون شک یکی از پیچیده‌ترین و مرموزترین شخصیت‌های تاریخ است. اگرچه بسیاری از این نظریه‌ها ممکن است صرفاً حاصل تخیل باشند،
اما نبوغ خارق‌العاده و دانش گسترده او در زمینه‌های مختلف زمینه شکلگیری این نظریه‌های جذاب شده است. میراث او همچنان منبع الهام برای محققان و علاقه‌مندان به رازهای تاریخی است. صرف نظر از حقیقت یا افسانه بودن این نظریه‌ها، آنچه مسلم است تأثیر عمیق و ماندگار داوینچی بر تاریخ، هنر و علم است. شاید همین پیچیدگی و رمزآلود بودن شخصیت اوست که باعث شده پس از گذشت قرنها همچنان موضوع بحث و کنجکاوی جهان باشد. ممنون از اینکه تا پایان این ویدیو با ما همراه بودین. لطفاً برای حمایت از ما دکمه سابسکرایب رو بزنید و ایده ها و نظرات خودتون رو برای ساخت ویدیوهای بعدی برای ما کامنت کنید.